نام من آلا است. از اوکراین هستم. قبل دین من عیسویت بود و سوالهای زیادی در او وقت داشتم. آیا راهی را که انتخاب کردم درست است؟ ای که عیسوی هستم و همیشه به کلیسا میرم. شمها را، مجسمه ها را و نمادها و همچنان بعضی وسایل دیگر را میبینم. آیا این راه من درست است یا نه؟ من نزد کشیش رفتم به خاطر که او شخص بین ما و خدا است. گفتم کارهایی را که من میکنم و میگم آیا تو مرا بخشیده میتونی؟ او گفت نه خیر، من نمیتونم. و گفت نمیتونم. این مثل یک چیز جالب برام بود و بسیار خوش شدم. من ما توقف کردم و فکر کردم ما باید درست انجام بدم. ما باید زندگی خود تغییر بدم. و پس از او زمان الحمدلله بعضی دوستا را خداوند همراه من معرفی کرد. اونا مرا و شوهرم را ملاقات کردن و مرا به امارات دعوت کردن. من بسیار خوشحال بودم چون میفهمیدم که یک کشور اسلامی است و درباره اسلام میتونم معلومات کسب کنم. وقتی که کلمه شهاده را خواندم بسیار گریه کردم. ماشاءالله. من بسیار خوشحال بودم و بعضی دوستایم که حضور داشتن اونا نیز گریه کردن و استاد گفت سبحان الله، مثل اینکه شما دوباره متولد شده این و تمام گناهان شما بخشیده شده است. قبل از او نمیفهمیدم که احساسات خودت چطور کنترل کنم و همچنان همیشه با والدین خود جنگ میکردم. یگانه فرزند خانواده خود هستم. همیشه با اونا جنگ میکردم و بعض وقتها بسیار قهر میشدم. بسیار مهربان و با ادب نبودم. وقتی که به اسلام روی آوردم احساس کردم که به آرامش و خونسردی دست یافتم، مثل که هوای تازه وارد بدنم و روحم شده باشه و تمام چیز برای جدید شده باشه. تمام چیز برایم کاملا نو بود. ترس نداشته باشید. بسیار آسان است که کلمه شهادت را بگویید. مهربان شوید و با مردم خوبی کنید و کمک برسانید. الله هر ثانیه و هر دقیقه، هر ساعت متوجه ما می باشه. نیاز نیست که منتظر کدام خواب یا ای که کدام چیز عجیب باشین تا برای شما رخ بده یا مریض شوید. هیچ نیازی نیست. فقط روحتان را آزاد بسازید و کلمه شهادت را بگویید.